خب برای اینکه شروع کنیم به این دیزاین کار کردن، از قسمت فایل گزینه نیو قسمت داکیومنت رو میزنیم. خب یه صفحه‌ای برای ما اینجا باز میشه. توی گزینه اولش داکیومنت پرست میتونیم تنظیماتی که توی کل این سیستم انجام دادیم رو به صورت یه دونه فایل از این قسمت کلیک کنیم، ذخیره کنیم و تنظیماتمون رو سری بعدی فراخوانی کنیم یا بیاریم که دیگه نیاز به تنظیمات صفحه با اینا نداشته باشیم و با یک کلیک کار حل بشه. توی قسمت دوم قسمت اینتنت تعریف میکنیم که ما این کاری که میخوایم انجام بدیم رو برای وب میخوایم، برای دیجیتال پابلیشینگ میخوایم یا نشر الکترونیک یا برای پرینت. توی قسمت بعدی یعنی توی نامبر آف پیج تعداد صفحه ای رو که میخوایم توش کار کنیم رو تعریف میکنیم. مثلا 8 صفحه ما میخوایم. قسمت روبروی اینجا نوشته فیسینگ پیج، آیا میخوایم به صورت کتابی بسته بشه یعنی دو صفحه روبروی هم دیگه، یا اینکه نه صفحات زیر هم دیگه تکرار بشن. قسمت استارت پیج یعنی از چه صفحه‌ای شروع بشه، از صفحه 1 میخوایم شروع بشه. قسمت پرایمری تکست فریم میاد و برای شما بر حسب مارجین که اینجا داریم، به عبارت این خطای قرمزی که اینجا داریم، پرایمری تکست فریم رو وقتی فعال کنیم بر حسب مارجین ها برای شما یه دونه فریم متنی درست میکنه که ما فعلا اینجا نمیخوایم. توی قسمت پیج سایز اندازه های استاندارد رو میبینیم. اگر که اندازه های استاندارد رو نخواستیم از طریق طول از این قسمت و عرض از این قسمت اندازه ها رو براش رد میکنیم. توی قسمت اورینتیشن عمودی یا افقی بودن رو براش تعریف میکنیم. توی قسمت بیندینگ براش تعریف میکنیم که کتابمون فارسی میخوایم باشه یا رایت تو لفت یا انگلیسی باشه که باز بشه لفت تو رایت. توی قسمت کولومز یا کالمز میایم و تعداد ستون هایی که میخوایم برای این کتاب یا مجله داشته باشیم رو به صورت گرید ایجاد میکنیم. گاتر فاصله ما بین دو تا دونه ستون رو که ایجاد کردیم رو برای ما تعریف کنیم. ببینیم مثلا من میام حالا اینجا دورت میکنم، دو تا ستون برای من اینجا ایجاد میکنه به صورت خط کشی یا گاید مانند. گاتر فاصله ما بینشون رو ببینیم، فاصله ما بین رو کم یا زیاد میکنیم. حالا ما اینجا یه دونه ستون میخوایم. مارجین ها یا حاشیه ها خطای راهنمایی هستن که باعث میشن که کار ما تا لبه صفحه فاصله داشته باشه. هرچی که مارجین ها رو زیادتر کنیم ببینید به طرف داخل میاد، از این طرف خارج میاد. بلیدن اسکلود، بلیدن اسکلود دقیقاً چی کار میکنه؟ میاد برای شما ببینید یک سری حاشیه های اضافی در اطراف کار ایجاد میکنه که شما میتونید کارتون رو بیشتر بگیرید و بعد سر خروجی گرفتن از طریق قسمت خروجی گزینه بلید ان اسلوگ رو تعریف کنید که کارتون رو وقت برش خوردن اضافه رنگش رو بتونید ببینید. حالا اگر که من بیام اینجا و اوکی رو بزنم ببینید توی قسمت پیج برای من 8 صفحه رو کامل ایجاد کرده. این ابتدای کار با این دیزاین بود. موفق باشید.